دوستان عزیز، درود بر شما. دکتر هیوا هستم با آموزش یک جلسه دیگه، جلسه پنجم در مورد نرم افزار SPSS. خب این جلسه من میخوام در مورد مقایسه میانگین ها که از پژوهش های خیلی ساده در حوزه های علوم انسانی، علوم پزشکی و حالا سایر علوم شروع میشه تا نهایتاً روش های پیشرفته مقایسه میانگین ها تو این جلسه با هم دیگه صحبت بکنیم. این جلسه رو من اختصاص دادم به بحث در واقع مقایسه میانگین ها، تحلیل وان سامپل تی تست یا تی تک نمونه‌ای. تو این جلسه میخوام مثالش رو خدمت شما عرض بکنم و اینکه طرز گزارش دادن این نوع تی رو من خدمتون به راحتی عرض میکنم که شما اگر در پایان نامه جایی این پژوهش رو انجام دادید به راحتی میدونید از این ویدیو استفاده بکنید. عزیزان، وان سامپل تی تست یا تی تک نمونه‌ای معمولا برای پژوهش‌هایی استفاده میشه در حوزه پزشکی و علوم انسانی که بیشتر مربوط به شیوع باشه که توی این روش آزمون تی تک نمونه‌ای بهش میگن که در آزمون تی تک نمونه‌ای خدمت شما عرض بکنم که ما اینجا یک در واقع میانگین جامعه داریم. مثلا شما گزارش شده که مثلا فرض کنید که میانگین یک بیماری خاصی شیوعش مثلا توی یک جامعه ایرانی اینقدر هست. مثلا ما میگیم که آقا میانگین شیوع کرونا یه عددی وجود داره، این میانگین شیوع رو به ما دادن، بعد میایم از یک شهر خاصی یا از چند تا شهر یه نمونه بگیریم. حالا این نمونه بالاتر از 100 نفر، 200 نفر، حالا تا n نفر اگر نمونه داشته باشیم، میخوایم ببینیم که بین این دوتا میانگین تفاوت وجود دارد یا نه. بنابراین از این روش استفاده میکنیم. حالا شما مثلا فرض بفرمایید که میگیم میانگین مثلا جامعه ایرانی در یک متغیری مثل اضطراب، مثل افسردگی یا حالا یک بیماری خاصی بالفرض میانگینه به دست اومده. فرض کنید به ما گزارش میدن، میگن که میانگین مثلا اضطراب یا افسردگی جامعه کلا زن و مرد ایرانی بالفرض مثلا فرض کنید هلوش 25 هست مثلا. بعد ما میخوایم این پژوهش انجام بدیم ببینیم که واقعا 25 هست یا نه. کاری که پژوهشگر انجام میده میاد از این روش استفاده میکنه. میاد چه کار میکنه؟ میاد از عده خیلی زیادی از افراد، حالا من تو این SPSS که مثالشو برام میزنم ممکنه که اینجا تعداد خیلی زیاد نباشه، ولی در اصل باید تعداد خیلی زیاد باشه. از تعداد زیادی از افراد نمونه‌گیری به عمل میاد، یعنی اینکه پرسشنامه مثلا اضطراب افسردگی رو میان بین این نمونه پر میکنن و وقتی که پرسشنامه رو پر کردند میاد میانگین اضطراب اون افراد رو اندازه‌گیری میکنه. الان من یه مثالی خدمت شما بزنم. اینجا یه فایل نیو دیتا باز میکنیم و در قسمت وریبل ویو اینجا تعریف میکنیم. ما بالفرض چون یه گروه بیشتر نداریم، حالا گروه نمیخوایم تعریف بکنیم. حالا اگرم تعریف کردید گروه رو در واقع به این صورت میتونید تعریف بکنید. خب مثلا در قسمت لیبل میتونید بزنید مثلا فرض کن مثلا جامعه ایرانی در قسمت لیبل. دیگه حالا کد اینا خیلی لازم نداره، ولی خب اگه خواستید ولیو بزنید فقط یک کد بیشتر نمیپذیره. مثلا ما میزنیم زنان و مردان، پس یک کد بیشتر نداریم، برای همه کد یک رو میدیم. اون چیزی که خیلی اساس است اینه که ما اون بحث استراب رو در واقع انگزایتی یا حالا مثلا فرض کنید اینجا من میگم افسردگی، اصلا بحث افسردگی رو ما میخوایم اینجا اندازه‌گیری بکنیم. در قسمت لیبل شما میزنید که مثلا شیوع بالفرض افسردگی هست و برای این شیوع شما پرسشنامه باید پر بکنید که پرسشنامه افسردگی رو فرض کن شما پر کردید دیگه. تو جلسات قبلی من گفتم مثلا 10 تا 15 سوال باشه چجوری جمع میزنید. حالا فرض کنید اینجا ما اعداد جمع شده شو داریم و یه متغیری تعریف کردیم به اسم دپرشن یا افسردگی که شما به راحتی میتونید اینو اندازی بگیرید. بالفرض ما میگیم که حالا فرض کنید که یه 20 نفر مثلا من نمونه دارم از یه شهر خیلی مثلا کوچیک، حالا 20 نفر، و
به صورت فرضی یه سری میانگین ها رو ما از این نمونه گرفتیم. حالا من توی فایل آماده ای یه سری میانگین ها رو در واقع آماده کردم که بیام اینجا برای شما در واقع این میانگین ها رو گزارش بکنم. حالا من 30 نفر اینجا نمونه برمیدارم و خدمت شما در اون فایل بعدی گزارش میکنیم. خب پس شما فرض بفرمایید که توی این پژوهشتون به شما گفتن که میانگین افسردگی مثلا 25 هست و اینجا شما نمونه‌تون باید میانگین نمونه‌تون با میانگین جامعه‌تون میخواد مقایسه بشه. هر موقع همچین پژوهشی را دیدید بیایید از قسمت Compare Mean و قسمت One Sample T-Test استفاده بکنید که بسیار کاربردی هست. یعنی تی تک نمونه، تی تک نمونه یه نمونه بیشتر ندارید و شما فقط چیزی که اینجا اضافه داشته باشید باید طبق اون گزارش ها میانگین اون جامعه رو باید داشته باشید. حالا توی پژوهشی یه جای خاصی اگر میانگین شیوع مثلا افسردگی رو در جامعه داشتید، حالا اینجا به طور فرضی ما میگیم 25 به ما گزارش شده میانگین جامعه ایرانی و الان یه نمونه مثلا 20 نفره داریم، ببینیم چقدر تفاوت داره با اون. اینجا روی وان سامپل تی تست که کلیک میکنید سمت چپ همونطور که میبینید متغیرها هستن که یکیشون همون جامعه ایرانی یا گروپ هست و یکیشون همون شیوع افسردگی هست. خب اینجا بچه‌ها در قسمت تست وریبل که خود شیوع افسردگی رو میاریم اینور، در واقع اون متغیری که مورد آزمون قرار میگیره افسردگی هست. اینجا در قسمت تست ولیو یا ارزش آن اون 25 جامعه رو شما باید اینجا ذکر بکنید. اون 25 اون جامعه رو که استیمیت افکت سایزش هم شما اینجا به صورت پیش‌فرض تیک خورده که اون رو بهتون نشون خواهد داد. در قسمت آپشن اگه باز بکنید فقط 95% خطا رو SPSS در نظر گرفته که اگر دقت خیلی بالا میخواید اینو باید بکنید 99%، ولی پیشنهاد میشه که به پیش‌فرض‌های در واقع SPSS شما دست نزنید. بعد اینجا گزینه کنتینیو رو میزنید و در نهایت شما سراغ در واقع تحلیل میرید که اینجا باید دکمه اوکی رو فشار بدید. پس یه بار دیگه من میگم نگاه کنید، تست وریبل هست، اینجا تست ولیو. تست ولیو میانگین جامعه هست در اون متغیر. اینجا تست وریبل شما اون متغیر رو وارد میکنید که خودتون توسط پرسشنامه مثلا بین اون تعداد نفری که خواستید اندازه بگیرید اینجا وارد میکنید. بعد اوکی رو میزنید. وقتی اوکی رو زدید تحلیلی برای شما باز خواهد شد که ابتداش به صورت تی تست هست. جدول اولش زده وان سامپل تی تست یعنی شیوع افسردگی، میانگین افسردگی اینجا چقدر به دست اومده؟ 19 و 46 بین این جامعه نمونه‌ای که من گرفتم. انحراف استانداردش هم 3 و 14. حالا خطا انحراف استاندارد میانگین همه که اینجا ذکر شده. بعد مورد بعدی عزیزان وان سامپل تی تست هست که این اساسی ترین در واقع نموداری هست و جدولی هست که ما باید گزارش بکنیم. دقت کنید اینجا شیوع افسردگی رو زده، اون 25 که ما برای جامعه بود وارد کردیم اینجا هم هست. دقت کنید اینجا مقدار تی شده منهای 9.62 درجات آزادی 29 که میشه سی منهای 1 میشه در واقع n منهای 1 و اینجا سیگنیفیکانت هم زده پی کوچکتر از 1000. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که نمونه با جامعه متفاوته. این معنیش این میشه، یعنی اینکه میانگین افسردگی در نمونه ما 19 و 46 که با اون 25 اختلاف داره. اختلافش به چه صورت است؟ به این صورت است که این اختلاف پایین تر هست. اختلاف چی هست؟ پایین تره عزیزان. توی الان این مثالی که من عرض کردم پایین تر است. پس ما اینجا گزارشی که میگیم با توجه به اینکه تی درجات آزادی و مقدار سطح معناداری این آزمون تی کوچکتر است در واقع 100 به دست اومده، مفهومش اینه که میانگین افسردگی در نمونه با میانگین افسردگی در جامعه مورد در واقع ایرانی تفاوت معنادار داره. میزان تفاوتشون منهای 5 و 53 هست که تعداد خیلی زیادی هست. حالا اون درجه اطمینان در واقع حد پایینی و حد بالایی هم اینجا ذکر شده. جدول سوم هم که مربوط به افکت سایزاش هست که اینجا در واقع استاندارد کرده که به اصطلاح آزمون کوهن هست که اینجا افکت سایزش رو مشخص کرده، گفته که از 3 ممیز در واقع 4 تا منهای 1 ممیز 75 در واقع نقطه تخمینیش هست که اینجا ذکر شده و حالا گزارشی که ما داریم در واقع
درستی هاتسم که یا تصحیح هاتسم که اینجا بدون 2 تا آزمون ذکر شده که حالت استانداردش رو نمایش میده. اون چیزی که خیلی مهمه، شما باید این جدول رو حتما بتونید عزیزان گزارش بکنید که به جدول آزمون تی تک نمونه‌ای مرتبط هست و جزو آزمون‌هایی هست که بسیار بسیار در حوزه‌های به خصوص شیوع مثلا علوم پزشکی و علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی، گروه حقوق، اونایی که مربوط دنبال شیوع چیزی هستن، بسیار بسیار پرکاربرد هست و خیلی از افراد هم از این پژوهش استفاده میکنن. حالا چیزی که هست اینه که خیلی از پژوهشگرا خب به خاطر اینکه در ایران شاید سطح تحلیل ساده‌ای داشته باشه، منتها بسیاری از افراد اینو هنوز متوجه نشدن که باید انجام بشه. یه مورد دیگه ای هم هست که شما باید برای این حتما در واقع آزمون نورمالیتی را هم نیز بگیرید، چرا که این قسمت مربوط به در واقع شیوع افسردگی یک میانگینی میخواد که این میانگین 19 و 46 باید ببینیم نرمال هست یا نه، که شما از 2 طریق میتونید، یا از طریق در واقع نورمالتی تست هست که اینجا در قسمت اصطلاحاً وان کروموگراف اسمیرنوف هست که شما میتونید از این استفاده بکنید وقتی که روش به قسمت وان سامپل کروموگراف اسمیرنوف تست که میروید، در قسمت وریبل لیست کلیک میکنید و اینجا اوکی رو میزنید که اینجا در واقع میزان سطح معناداری 10 به دست اومده در آزمون وان کروموگراف اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک. عزیزان اگر سطح معناداری بالاتر از 500 به دست بیاد، نشون میده که توزیع شما توزیع نرمالیه و در قسمت ایس اگه دقت کنید نوشته تست دیستریبیوشن ایز نورمال، حتما باید اینو بنویسه که الان با توجه به اینکه پیش‌فرض ما برقرار بود این آزمون تی هم کاملا درست است، پس نشون داد که میانگین افسردگی در واقع نمونه با جامعه ما متفاوت هست و این میتونه برای تحقیق شما یه گزارش مثلا جدید باشه که موقعی هم که متفاوت نباشه شما گزارش میکنید که متفاوت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر این پی که الان اینجا هست این سیگنیفیکانت یا SIG بالاتر از 500 باشه، شما میگید پس میزان افسردگی در این نمونه‌ای که من گرفتم با میزان میانگین اون جامعه اصلا تفاوتی نداره، یعنی مفهومش اینه که تقریبا یکسان هستن. ولی اینجا تو این مثالی که من حل کردم در واقع تفاوت داره و خودش نوید اینو میزنه که بعضی موقع تحقیقات و معنیداریشون چی هست. پس شما چیزی که گزارش میکنید در واقع 2 تا اساسی این 2 تا جدول هستن که باید گزارش بکنید با این یکی آزمون وان سامپل کروموگراف اسمیرنوف تست. امیدوارم که خوشتون اومده باشه عزیزان. تا یه تحلیل دیگه و یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.